خب یه ویدیو جدید میخوام بگیرم، یه ویدیو که نشون بده که این پارک اتوماتیک چجور کار میکنه. ببینید اونجا بین این دوتا ماشین یه جای پارک هست. خب بعد اینم دکمه پارک اتوماتیک هست، جای پارک رو اینجا تشخیص میده، به من پیشنهاد میده، اگه موافقت کردم روی این دکمه میزنم و میره و ماشین رو پارک میکنه. ببینیم که چجور پیش میره. میریم جلو، ماشین داره میاد، صبر میکنیم. خب میریم جلو، باید در راستای اون جای پارک باشیم. خب بذار یک کمی هم میرم عقب، خدا کنه ماشین نیاد الان. خب حالا میریم جلو و این رو هم میزنیم که آقا ما دنبال جای پارک میگردیم. ببینیم چی میشه. وقتی جای پارکی پیدا کنه به من میگه که استاپ کن تا من هندل کنم. بله یه جای پارک پیدا کرد، میگه دکمه رو بزن. دیگه من دست به هیچی نمیزنم، انشالله که به خیر بگذره. یا خدا، اوپس، به خیر گذشت. خیلی قشنگ و تر و تمیز. ماشین رو هم توی پارک تحویل داد بهم. ترمز دستش هم کشید، ماشین آماده است.